ما در این برنامه به سراغ هنرپیشه شایسته تاجیکستان دلنوزا کریمова رفتیم. او حالا راهبر قصر فرهنگی شهر گلستان است. السلام علیکم. خوش آمدید. شما خوب سلامت رحمت سلامت باشید. شما یک آدمی پر از مسئولیت. تشکر. دیرکتوری کاغ استقلال در گلستان. برای ما خواستیم نزد شما بیایم وارد جای کار شما شویم. میدونم که بله میدونم که خیلی سرکار هستید، یک آدمی سرکار هستید، ولی اگر لطف کنید و برای ما کمی وقت خود را جدا کنید، کمی صحبت کنیم اطراف. چرا از این دورتون خیلی شادم که ناز راسته اومدید. راه و ناز همه خوب. شما در کاخ استقلال دیرکتور هستید؟ بله، یک سال زیاد شده است که من در اینجا دیرکتور هستم و البته گفتی خودتون که بسیار هم کاری پر مسئولیت است. حرکت کرده ایستادیم که همین تالار کاخ استقلال رو خوب نگاه داریم، همکاران رو، کارگران رو همه رو سرجم کنیم و باز برنامه‌های خوب و جالب برای مردم شهر گلستان آماده سازیم. در همین جا برنامه کنسرتی می شود. بله. برنامه فرهنگی می شود. بله. در همین تالار برنامه ها می شود و در نزد بینای ما پرچم تاجیکستان است. زیادتر چهاربینی های کلان دولتی هم در نزد این پرچم بسیار هنرنمایی میکنند. آواز تمرین رفته شده است؟ آواز تمرین است چون که ما از آمادگی به عید بزرگ نوروز هستیم. در عرفه عید نوروز هستیم. خب ما خلال نمیرسونیم، بگذاریم که اینا کارشون رو کنن. بله. چی کار دارید باز؟ امروز من حاضر با خبرگیری پدر رفتنی هستم. ما همراهیم باشیم؟ با جونم. باشه. هر وقتی که من به شهر گلستان میایم، در پاورات همین شهر گلستان گردش است. در اونجا خانه پدر نزدیک است. برای همین من اگر هر روز بیایم که هر روز پدر رو در اومده یک خبر میگیرم، دعاشون میگیرم، البته از احوالشون پرسان میشوم. مرحمت کنید. السلام علیکم. و علیکم السلام. بیاین باشم. سازی درجان. بیاین. مهمانا از شهر دوشنبه در تلویزیون سفینه آمدید. السلام علیکم. شما خوبید؟ نوزی برادر. تینجی سلامتون خوبه؟ تو مرحمت کنین. مرحبا. بگذارید شما. در خوردیشون چه خیلی بودن؟ دلنوزا جان؟ بله. خولیگر بودن؟ بازی روی خیلی هستن که همینطوری مایدک شدم خیلی. تغییر نیفته. اگه طرف چیزیش تغییر یافتگی البته طرف مسئولیت و اینمی دانش و ملکه و دیگر تجربه و تجربه روزگار و دیگر البته آدم تغییر یافت ولی خصلت تغییر نیافت. نه اگه خصلت شد نمود مایدکیش هم خیلی شیطونچه خندان رو بود. حاضرم همه خیلی فقط داشت خنده دل یکم کس آرزو نمی‌کرد دیگه. سرودخوانی شد وقتی باغچه کودکانه میرفت، نمیدونم 2 ساله بود 2.5 ساله بود اونچه. بعد یک تا چتلی نمیگفتیم و شما بود воспитатель شما معلم شما بود. بعد مرا گفت که вы знаете что ваша девочка поет гуфт. Мы говорим нет, не знаем. Вы дома один раз проверьте ее, а как она красиво поет. Оли 2 ساله بیاد 2 ساله. ما نمیدونستیم. مادرش حافظه، ما کارگر صنعت. ما نمیدونستیم که فرزند ما حافظه شده در 2.5 سالگیش. بعد خونه اومدیم، بعد راستیگه میکروفون تشکیل میکردیم، استایکا تشکیل میکردیم، برندگی میکردیم، کودکان رو میبرن زندینجان سینتزاتور وای میکرده میناخته. این بعد همونجا حافظی شد. چی کردیم؟ یعنی صحنه اولینش خونه بود. صحنه اولینش بیا که خونه بود که همون طرز میکروفون قپی و طرزی باشه همش مادرش یاد داده. طلب خوجا ستاره ایمینا برای دلنوزا یک سرود نویسته بود. او چند صنف یک میخوندیم
یا صفر دو بودیم؟ سه بودم اصلا. دو یا سه بودیم. دو یا سه بودم. دختره که دایره دست گفته یک تا سرودی. الان سرود حاضر در همون مکتبی به نام میرات لطایف. میرات لطایف. علاقه همون سرود ماند در فوند مکتب. در هر یک چاره‌بینی و خور میخواند. مثلا خدمتتون به دوشنبه رسید به اون مکتب میروید چون یکی میتونه خاطره‌های کودکی بیدار میشه. البته به مکتب میروم. معلمم رو میکوبم، خبر میگیرم، همسفرها همشون. در کدام محله دوشنبه میبینید؟ ما محله 65 دا بودیم. بعضی همسایه‌مون تلفن میکنن. علاقه ما کلام سگی اولادو. بعد از این مثلا سیتاره شدید و مشهور شدید. بله البته. پیدا کردنش برای اونها آسان‌تر است. چون شما دیدید که در وجود دخترتون هنر هست. فرزند پسرتون نیست مثلا به صنعت و به هنر مایل دارن دستگیری کردید برای رشدش. البته اگه چیزی خدا داد دستگیری کردن در کبراباد برای همین ما مکتب مخصوص موسیقی اینا را بردیم اونجا هر دوشون زندین یک سال پیش رفت این یک سال بعد رفت در اونجا اون مکتب دم همین خدر فقط فرزندای بالای خط میگیرن اونجا 6 تا 7 تا امتحان میسپارن از شنوایی و از صدا و از گوش کردن از تکرار کردن از ضرب همه چی را میسنجن بعد قبول میکنن اگر یگان تایمی که اگر کاسی داشته و کمی داشته باشد قبول نمیکنن میگه همه طرز با خواندن نوشتن هم اونجا بود برای همین همه امتحانا را اینا با علاقتی گذاشتگی ما یگان چی شیدگی نیستیم امروز افتخار اکید نه همه پدر و مادر در میاسر میشود که چون این فرزند داشته باشد درست دیگر برای همین البته ما از فرزندم هم خیلی افتخار میکنم که اینا افتخار ملت هستند ملت در دولت‌های خارجی معرفی کردن و چخیل ندار نمیشه چخیل باید افتخار نمیکنه چنین فرزندان سپاس به شما که میگونم فرزندانی برومند دارید سلامت باشین سلامت باشین تربیت کردید سلامت باشید اکید چند قدر ممکن ما تربیت کردیم چند قدر باید محیط تربیت کرد چند قدر مثال مکتب و استادا مثال اینجا یک شخصیت قطعی و یک پدر مادر قد نمیشه مادر زیاد است بله خیلی برای که وقتی بسیاری در خانه میگذره و در نزد پدر و مادر میگذره فرزندم از پدر و مادر عبرت میگیره در زندگی پدر و مادر اگر خچه فرزند ای طرف خوبی نشونتی و ای طرفی با آدابی و ای طرفی با معرفتی و با فرهنگی نشونتی فرزند هم خیلی کلان میشه سلامت باشین رحمت کردم سلامت باشین بهترین سلامت رحمت باشید ما یک مغازه کودکانه رویم برای نبیرت یکون چی خریم شما مرحمت شما از همین مغازه لباس میخره برای کودکان بله خب عجیب برای ما یک چی بود که چرا شما وقتی که لباس خریدن میشه برای کودکانتون اونها رو اینجا نمیارید مثلا نمیشود که اندازه‌شون کم و زیاد باشه اندازه‌اش رو میدونم فرزندای من کو بعد کارمندی مغازه البته در انتخاب کمک میرسونن خب شما ذوق اونها رو به نظر نمیگیرید ذوق آنها رو به نظر میدونم به نظر میگیرم و بعضی حالات ها میشود که خودش رو انتخاب کنم از اینجا خودش رو بیارم اگر باز هم مشکل میشود چون که وای خوردیم چخیل در دیگر اوله ها وقتی که خوردیتان چی نام داره؟ صلاح الدین کلانی هم علی بیگ 10 ساله است 10 ساله است در دیگر اوله ها مثلا اکاش میپوشد بعد اکاش بعد دودرش میپوشد اولی ما با خیلی چیز نیست چون که مایده کیم پسری خوردیم تقلید کار است اون چیزی که من با اکاش میخرم باید حتما همون چیز در همون حالت بر این خریداری کنم و حتی که تو لباس مکتبی هم هنوز هم 3 سال است علاقه لباس مکتبی دارد سری کلانی هم با ورزش مشغولیت چی ورزش ورزش فوتبال رو خیلی زیاد دوست می‌دارد و هم می آموزد ورزش رو در چی میگن کلوبی تاج بازی میکند حتی که با شهر تاشقند رفته اینها مسابقه رفته اومدن برای تماشای فوتبال رو دوست می‌دارد
тамошоашро дӯст медорад ва ҳар як футболбозро бо ному насабу аҳли оилаву оиликаш медонад. خب چی انتخاب میکنه؟ گفتید یک لباس ورزشی. ورزشی якта 4 сола ба, якта 10 сола ба. Кушод, равшан, зард, сурхро дӯст медорад. رنگ پیسندش میشه؟ این رنگ هم البته تاریکچه است چون میزیبد. انا این رنگ بسیار هم زیبا میشود به فکر من. این رنگ. بله. اما که این با علی بیک موافق است؟ موافق است بله. و حتما همین رنگ این باید پسری خوردیم این با فکر کمتر مایده میشد. این مایده تر است البته. این نه مایده نیو همین размер ба размер нашавад. Ман ҳамеша кӯшиш мекунам чизи камтар калонтар гирам. Бале. Муҳлати пӯшиданашон зиёдтар шавад. Не, вай дуюм сол ба намерад. Вай муҳлаташ зиёд намешавад. Лекин худро озод ҳис кунад. Яъне бояд либос ҳамеша он гунае дар бадани инсон бошад ки инсон худро озод роҳат ҳис кунад. Албатта ананаш хуб мешад. Ман албатта ин ҳар дуяшро либосҳои варзишӣ бо яктои кросовки. бояд пойафзолашу ба ин мувофиқ шавад. Дар тарбияи фарзанд ман ҳамеша кӯшиш мекунам ки аввал фикри фарзандамро гирам. Либосҳои варзишиаш то ҳамин чӣ мегӯяд бо тамоми нозукиёш бо тамоми ҳамин фарҳанги футболбозиаш ман таъмин мекунам чунки дастгирӣ мекунам. бигзор ки калонтар шавад мумкин фикраш дигар мешавад аммо ҳамин рӯз ман бояд ки ба интихоби албатта майдачам бошад барабанд навозаш дар хона на каструлям мемонаду ҳамаашро харидам аллакай дута сеташро аллакай шикастагӣ боз мехарам доира тавлак ҳама чӣ вай дорад. ҳамсоя ба дод наомада? Не медонад. садои барабанд. бале ман инҷо ино аллакай ба мо набинед. خب همین انتخاب شد البته. بله این بسیار هم زیبا. شما برای طرز حیاتی سالم و ورزش مشغول شدن پسرانتون خودتون مساعده میکنید؟ البته. اونها مثلا همیشه ورزشی باشه البته. سلامت باشد. آدم که با ورزش مشغول شد اون خونگردی چی میگوید بدنش خوب میشد و هم فکرانیش هم الکی سالم میشد. خب الکی خریداری میکنید؟ خریداری میکنیم. فقط یک آرزویم موند که از همین طرفی لباسی دخترچه هایم خریداری کنم. دخترچه؟ بله. نقشه هست؟ نقشه هست. آرزوی کلانم هست. خدا رساند آمده خریداری میکنیم. بهترین میشود. جشنی نوروزی عجم آمده است فصل گلدوزی عجم آمده است بزم دلسوزی عجم آمده است پرحشم روزی عجم آمده است جشنی نوروز مبارک باشد بخت پیروز مبارک باشد جشنی نوروز مبارک باشد بخت فیروز مبارک باشد. این سرودی خاص است برای جشن نوروز آماده بشه؟ بله سرودی تازه ایجاد آهنگ از یک دوستمان بختیار جان دولتов و شعری شاعر میرزا فیضلی البته در تحت تکمیل موسیقی زیندین جان کریموف. تمامی موسیقی های شما رو تمامی سرودهای شما رو برادرتون تنظیم میکنن؟ بله این از همین تمام سرودهای معروف شما میروی تو یارم میمانی در یادم این سرود رو هم موسیقیش رو و هم سخنش رو زیندین جان ایجاد کرده بود. سخنش رو شما ایجاد کرده؟ جوانی بود.
خیلی سرودی معروف بودین. بله بله. در حقیقت تا حال میپرسند، تا حال میسرایم. بعضی سرودها هست که ابدی هستند، برای همین ما همیشه کوشش میکنیم که یک سرود ایجاد شود که در دل شنونده باقی بماند. بله. خب کارهای ایجادیتون در همین جا صورت میگرفت؟ برام یک استودیو. در استودیوهای گوناگون در شهر دوشنبه هم در اینجا در استودیوهای کوهی رودکی بسیار ما چی میگن وقتی که ما استودیو اول نداشتیم کارهای ایجادی ما رو در جایهای گوناگون به انجام میرساندیم. بیشتر هنرمندان برای آن که موسیقی‌هایشان در نزد مثلا مثل زینالدین کریموف باری شخصا تنظیم شود آرزو میکنن، چون یکی از تنظیمگران بهترین تاجیکستان هستند. همگی میدونن در فیلم های مختلف سانتریک های فیلم های مختلف رو نیز آماده میکنن، موسیقی آماده میکنن برای فیلم ها. اعضای بسته‌کاران تاجیکستان هم می باشد البته و در آزمون های گوناگون هم مثل کمپوزیتور بسته‌کار اشتراک کرده است. البته ما خیلی در بالا گفته بودیم که این خیلی پدر و مادر که در یک عائله دو فرزند آفریدن که یکی فکر میکنم عائله فرهنگی که بوده اینجا که با موسیقی سر و کار داشتن چه تاثیر گذاشت؟ در کودکیشان چگونه بودن دلنوزا؟ هر دومون جورا بودیم. تا حاضر دوست هستیم ده. مثل دوست هم. بعد فرقیتی سین سال هم بسیار فرق نداره. نزدیک است. نزدیک است. برای همین نمیدونم برای این سند بایم کالج و مکتب هم یک جا بودید همیشه؟ یک جا بودیم همیشه. در ایجادیات هم یک جا ایجاد میکنه، بسیار آهنگوش خودش ایجاد میکنه و کرکتیروفکش مثلا کپلت و پریپیو با ایده خودش عملی میگردونیم در استودیو. خب در فیلم ها نیز همکاری دارید، با سینما نیز همکاری دارید هر دویتون؟ همچون کمپوزیتور با سوق سینما همکاری داشتیم. البته در یک چند فیلم هایش زندین جان همچون کمپوزیتور تمامی موسیقی فیلم را ساخته است. سرودهای مثلا ساوندترک فیلم 12 سال انتظاری خیلی زیبا بود. باز یک ساوندترک فیلمی سیاره رنگ اینوز میکند. در اونجا سرود آتشینم بود. آتش بدیل نهادی آتشینم آتشینم دل بروی من کشادی بهترینم بهترینم آتش بدیل نهادی آتشینم آتشینم دل بروی من کشادی اولینم آخرینم. البته اینم یک تجربه است. با همکاری با فیلم، همکاری با یگان دیگر سراینده ها. من بسیار حاضر باز هم دویت ساخته ایستادیم. ما همیشه در جستجوی با ایجادات های نو و نو هستیم. البته مهم آن که همیشه ایجادیات در دل ما جوش میزند. خب من برار میخوام با شما و با شما زینالدین جان که یک تنظیمگر بهترین موسیقی هستید در تاجیکستان و امروز افتخار همصحبتی با شما نیز برای ما نصیب کرد. سلام علیکم. شما در یک منطقه کار میکنید که بحر است، بحر تاجیک. خیلی خوب. الهام میبخشد همین زیبایی. ببینید اینجا واقعا ما لذت بردیم. البته این آرامی ببینید. البته خودی هنرمند از هر چی الهام میگیرد، از زیبایی، از طبیعت، از آب،
аз ҳама чӣ. Ва вақте ки ман ба шаҳри Гулистон ворид мешавам ҳар саҳар вақте ки ба кор меобем, аллакай обу ҳавои шаҳри Гулистон дигар аст. баъд як шаҳри тоза, ором, кам мошин. чизе барои мо дар шаҳрҳои калон намерасад. албатта инҷо ҳам мардумаш ҳам аз зиёд минтақаҳои Тоҷикистон, вилояти Суғд омадагӣ ҳастанд. Бисёр ҳам мардуми ҳам меҳнатдӯсту, меҳнаткашу, меҳнатқарин ҳастанд. Бале ва бо мардуми инҷа бо ҳунармандони шаҳри Гулистон ҳам кор кардан бисёр ҳам хуб аст. шумо зиёд ба лави баҳр меоед? бовар кунед мо дар ҳамин ҷо зиндагӣ карда фурсати зиёд омадан надорем. кор зиёд аст. мо ҳамеша ҳам кори давлату ҳам кори эҷодиёту бо ҳамтарбияи фарзанду бо хариду авқотпазиё. барои як модар бубинед, барои як модар ман ҳозир тасаввур мекунам ки чӣ қадар бори гарон аст. бубинед хуб шумо бояд субҳ барвақт бихезед, масалан ду фарзанд доред, бояд ба онҳо расидаӣ кунед. хуб хоса ҳунармандон бояд ҳамеша ки зебоиро риоя кунанд, ҳамеша бояд худро зебо кунанд. якчанд соат назди оина муҳим аст ки кор, аз табиат эҷод, дар хидмати халқ будан ин қадар бори гарон аст. шумо чӣ гуна мебардоред? намедонам. мумкин ҳамин қувва энергия қувватро худованд худаш метиҳад, намедонам. лекин бисёр ҳам камхоб ҳастам, чун дер хоб меравам, соатҳои 1-2 шаб хоб меравем. саҳар субҳ барвақт соатҳои 5-6 аллакай бедор мешавем ва рӯзи дароз рӯзи мо бо ҳамин як такупо аст, тавутоз аст, такупо аст. бале ва намедонам вақте ки аз кор монда шуда мебиям фарзандомро аз боғчаву аз мактаб мегирам, ҳамин як лаҳзае ки бо ҳамроҳи фарзандонам мешинам ё мерем бо ягон ҷо бозиҳои варзишӣ мекунем, бо фарзандонам ман ҳамеша дам мегирам. мумкин ки ҳамин энергияе ки шумо гуфтодед ку аз ин ҳам дар кӯча сарф кунем, бо аз хона аз ҳамин меҳри муҳаббати фарзандон оила мегирем. бо албатта шумо камхобӣ масалан барои асабатон, барои кораятон масалан халал ворид намекунад? шумо хаста намешавед? бубинед ки ман баъзе ҳунармандонро медонам, шаб хоб намеранд, вале рӯзона ҳамеша дар кор ҳастанд. албатта ин медонед чӣ хел камхобӣ кор дар 6 моҳ як бор истироҳат. барои худам мегӯна як албатта барнома доред? албатта дар 6 моҳ як бор 10 рӯз ман дар ягон дам мегирам, истироҳат мекунам. имрӯз бинед ҳавоям бисёр ором аст, чун ҳамеша дар шамоли сахт мешавад. албатта шамоли сахт мешуд, мо дар инҷо истода наметавонистем. хеле ҷои зебо аст инҷо. ҳамун илҳоматон намеояд ин қадар зебоиро бибинед? шумо хиёлатон ки ман суруд хонам, ҳама гап ба ҳамин мебиёд. як суруди тоза эҷоди мо ки дар ҳамин соли 2024 эҷод шуд. наметонам ки нашнавам суруди ишқи туро, наметонам напазирам дуруди ишқи туро. ману ту ошиқи парвозем, ману ту мисраи пурнозем, ду ошиқ ду нафар ҳамрозем, ҳамеша хушсадо мехонем. лай 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 лай. шумо дар душанбе ба дунё омадед? бале, ман дар шаҳри душанбе дар оилаи зиёиён ба дунё омадам ва қиссаи ба ҳам омадани падару модаратон ҷолиб аст. вақте ки падари ман аз ноҳияи Данғара ба шаҳри Душанбе ба институти санъат дохил шудан меоянд, модари ман низ аз вилояти Суғд ба Душанбе мераванд. ин як меҳри муҳаббати ду минтақае ки солҳои тӯлонӣ пойдор буд. албатта ва
ما از خوردی میدیدیم این مهر محبتی مادر و پدر رو، چون همیشه هر روز همه روزه کلمه های من تو رو دوست میدارم بود و ما در فضای مهر و محبتی پدر و مادر به وی رسیدیم. مکتب موسیقی را شما در شهر دوشنبه موسیقی به نام ملکه صابره و سابق بود. بله. و ما در اون مکتب 6 سال تا صنف 6 رو خواندم. برادرم زیندین جان صنف 7 بودن. بعدا با وضع اویلوی به شهر خوجند کوچ بستیم. در کالج صنعت علاقه به نام صادقخان حافظ به شعبه عنعنوی 6 مقام خوانی داخل شدم. خیلی دختری خورد بودم اما چی میگوید سوادم به هم مناسب بود به هم کالج. مادرم دیدن که فرزندایشان زیندین کریم اکایم علاقه بسته‌کاری میکردن، سرود ایجاد میکردن، من باشن میسرایدم و مادرم تصمیم گرفتن که یک گروه دلناز تشکیل کنیم. در سال 1997 ما گروه دلناز رو تشکیل کردیم که علاقه سرودها ایجاد میکردیم، کنسرت ها میموندیم، در تمام منطقه های تاجیکستان علاقه هنرنمایی میکردیم. و این گروه خیلی آواز پیدا کرد در یک مدت کوتاه. در اون سالها خیلی شهرتیار شد این گروه. البته چون که در فکر میکنم من و چندین تا با شنونده هایم که شاید ما به همین استرادای تاجیک یک نوگانی آورده باشیم، چون ما در سرودهایمان میکس میکردیم سرودهای مردمی رو با یک وی استرادی اروپایی آمیخته کرده یک سرودهای خود رو و ما تازه ایجاد میکنیم همیشه و تقلید کاری نمیکنیم. یعنی میخواید خودتون باشه. بله. و برای رشد صنعت شما کمک برادرتون خیلی زیاد است، یعنی اون کس همیشه در برش بودن. من میگویم که بسیار وقت شکرگزار هستم از پدر و مادر که در یک عائله هم بسته‌کار تولد کردن و هم سرایند هم آوازخوان. پدرتون نیست چون یک صنعتکار هستم، فکر میکنم خیلی کمک میکردم برای شما. البته پدر و مادرم این فوندامنتی صنعت ما است، فوندامنتی شهرت یابی ما است. بسیار جالب است با شما صحبت کردن، چون یک زنده دلیت همیشه به کس قوای و انرژی میبخشه. خب ما شما رو در آخر برنامه به یک جا دعوت میکنیم. شما ما رو به یک جای خیلی زیبا و در یک صحبت دلنشین کردیم. در آخر برنامه ما شما رو در یک جا دعوت میکنیم و یک صحبت دیگر خواهیم کرد. خب تشکر زیاد. تشکر. تشکر زیاد که برای ما وقت جدا کردید. خب چون برنامه ما برنامه هست که ما اذیت میدیم هنرمندان رو، در یک جا صحبت نمیکنیم، گوش میکنیم که مثلا وارد زندگیشان شویم. به همین خاطر کمی سخت است با ما کار کردن، ولی شما برای ما روحیه بخشیدید. تشکر زیاد، لیکن شما هم آسان نیست اینقدر راهی دراز طی کردید و آمدید. خوش آمدید. تشکر زیاد. شما از زمره هنرمندانی هستید که سالهای زیاد استوار در صنعت تاجیک ماندید. قریب 27 سال شما روی صحنه بودید. 27 سال واقعا در این رو بیشتر حدوداً هنرمندانی که مثلا راهشون رو عوض کردن، ولی 27 سال پایدار ماندن و تا هنوز سرود خواندن و خدمت مردم رو کردن چگونه است؟ در حقیقت فکر میکنم پایدار ماندن، به خلق خدمت کردن، این همش از محبت زیادی به کسب خود است. اگر هنرمند به کسب خود وفادار باشد و صادق باشد، دوست دارد، اون در صحنه در همین هنرنمایی ابدی خواهد ماند. ما در یک محیط، در یک وطن زندگی میکنیم که برای خاصه هنرمندان هم چی هست. بله. همه وصف این همه آرامی و در این همه مثلا آزادی که برای هنرمندان داشته است. فکر میکنم موفق شدن کاری سخت نیست، فقط مهنت کردن در کار. موفق شدن کاری سخت نیست، اما موفق ماندن این البته علاقه مهنت رو طلب میکند، ایجادیات رو طلب میکند. و خیلی که شما گفتید در همین سال زمانه هایی که ما امروز هنرنمایی میکنیم، شرایط ها خیلی و خیلی فراهم است. چقدر آباد است کشور. البته ما آزاد هستیم، ما برای ایجاد کردن آزادی داریم
و چه خیلی باید ایجاد نمیکنی برای تاجیکستانی عزیز ما، برای مردم فرهنگ دوستی تاجیکستان چه خیلی بین نمیشود. ما در آخر برنامه یک عنعنه داریم برای هنرمندان یک تحفه میدیم. تحفه رو دوست میدارم. تحفه رو دوست میدارید بچه‌ها؟ خب ولی ما میخوایم که شما در جریان برنامه تحفه رو باز کنید. حاضر. با من هم جالب است که تستر بینم چی دارد. باشه. چه کنیم اینه؟ اینو باز میکنیم. باز میکنیم. یک جایه. یک جایه باز میکنیم. ناگهانی بود برای من، خدا. تشکر زیاد. عنوان بلند برای شما مبارک باشد. شما واقعا هم یک هنرمندی هستید که امروز دل مردم را شاد میکنید و عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان را از دست پیشوای معظم ملت گرفتید. من سربلندم، سرفرازم. تشکر. از این عکس نداشتید؟ من میدونم. ندارم. اکنون داره. وای بهترین توفه. تشکر زیاد. من باور کنید وقتی که از دست پیشوای ملتمون عنوان رو گرفتم در همین حالت بودم، اشک در چشمم بود. بسیار هم خوشبخت شدم که بسیار شکر کردم که من بیهوده مهنت نکردم در تاجیکستان، در همین جاده خودم و این من رو باز هم مسئولیت ما رو باز هم زیاد کرد که من اکنون ایجادیاتم باز هم قوی تر میکنم، باز هم زیادتر خدمت میکنم با وطن خود. بله. شما ارزنده هستید. تشکر زیاد. تشکر زیاد که برای ما وقت جدا کردیم. جالب بود با شما بودن صحبت کردن. خیلی افتخاری هم صحبتی رو با شما داشتم. حیران کردید. باور کنید. تشکر زیاد. میخواستم یک 4 مصرع سرود در وصف وطنی عزیزم بخونم. گرد بودم گردی دامانی وطن، آب خوردم آبی بارانی وطن، نوش کردم هرچی نوشم داده بود، نیست چیدم از تن و جانی وطن. سلام. تشکر زیاد. رحمت. با کارهای ایجادی شما، با زندگی شما، عموما با تمام فعالیت شما موفقیت می‌خواهیم. باور داریم که باز هم بیشتر و زیادتر دل مردم رو با ترانه‌های نو برای خود شاد می‌کنید. البته. سلامت باشید. خوش آمدید. رحمت.